این پشتیبانی‌هایی که اعلام کنیم به این شکلی که داریم زندگی می‌کنیم باید این رژیم بدونیم که سرنگونیش حتمیه. اول از ما شروع کنیم مرگ بر جمهوری اسلامی و تمام عواملش. جمهوری اسلامی بمونه هرگز ما نمیتونیم رنگ آزادی رو ببینیم و حقوق بشر هرگز تو کشور ما معنی نخواهد داشت. من آهنگ حقوق بشری میکنم امیدوارم که شماها با من همراهی کنید به امید رسیدن به روزی که حقوق بشر تو کشور ما رعایت بشه. با افراد متفاوت با تفکرات متفاوت آیی رایدی ما اومدیم گوها کنیم
مبارزانی که در راه آزادی دارن همه جانشون میدن و به پشتیبانی ما چه سرما باشید گرماشی نیاز دارن. درود بر شما، زنده باد آزادی.